خب بچه‌ها دوباره صبح زود شد و ما وسایلمون رو جمع کردیم و از روستای خرم رفتیم به سمت ماسال و از اونجا یک راننده اسنپ که خانوم بود اومد دنبالمون و ما حرکت کردیم به شهر زیبای رشت. خیلی خوشحال بودم چون قرار بود که خاله لیدا رو ببینم و وقتی ما رسیدیم با یه چای ازمون پذیرایی کرد و ببینین که اونجا چه خونه قشنگی داشت، چه خونه دنجی داشت و داخل اون خونه گرمش از ما با عشق پذیرایی کرد و من عاشق اونجا شده بودم. یه تراس خیلی بزرگ و قشنگ داشت که پر از گل و گیاه و گلدون بود. ما خیلی منتظر بارون بودیم ولی بارون نیامد متاسفانه. ما سفره ناهار رو پهن کردیم، همگی کمک دادیم که این سفره به این قشنگی چیده بشه. هممون دور هم نشستیم و نگم از خوشمزگی فسنجون و زرش پلویی که خاله لیدا درست کرده بود. یه پرنده قناری داشتن که برامون آواز میخوند و ما میوه میخوردیم. بعد از اون خاله لیدا ما رو با یه کیک تولد سورپرایز کرد و من خیلی خوشحال شدم و چون خیلی مهربون بود و گفت من موقع تولدتون کنارتون نیستم دوست دارم الان براتون تولد بگیرم. عصرش حرکت کردیم به سمت بازار شهرداری و گفتیم تا رشت اومدیم حیفه که نیاییم بازار رشت رو بچرخیم. البته ما اصلا نتونستیم خرید کنیم چون همش لباس زمستونه آورده بودن و از اونجایی که ما بندرعباس زندگی میکنیم خریدن لباس زمستونه برای ما معنی نداشت. یه پارک اونجا بود که ما رفتیم یکم روی نیمکت‌ها نشستیم و استراحت کردیم. یه قسمت از بازار توجه منو خیلی به خودش جلب کرد چون من عاشق وسایل چوبیم. بعد از اینکه اونجا حسابی خسته شدیم و توی بازار چرخیدیم حرکت کردیم به سمت ترمینال تا برگردیم تهران. ما یه عالمه وسایل داشتیم ولی با کمک همدیگه اونا رو داخل اتوبوس گذاشتیم و حرکت کردیم به سمت تهران.